وفات عجیب و غیر قابل باور خانم نغمه در کشور امریکا. این خبر تا چه حقیقت داشته است؟ دلیل نشر تصاویر مرگ نغمه در صفحات مجازی چی بوده است؟ گفتنی های تازه خانواده نغمه در این باره. نغمه در کجاست؟ مصروف چی کاروباری بود؟ و دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، یکی از هنرمندان محبوب در میان مردم افغانستان است. نغمه علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاص پیدا کند. آهنگ‌های نغمه تا کنون علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد و هر آهنگ نغمه بیشتر از میلیون‌ها بار بازی در صفحات مجازی را از آن خود کرده است. مدت 50 سال می شود در هنر موسیقی افغانستان فعالیت‌های خودش را ادامه می‌دهد. کارهای هنری نغمه موج حمایت‌ها را به همراه داشته است. این همه در حالی است که نغمه تاکنون دوباره ازدواج کرده است. هر دو ازدواج نغمه از هم پاشید و نغمه از همسر اولش دارای 5 فرزند است و در کشور امریکا زندگی می‌کند. تازه تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می‌شود که نغمه در کشور امریکا وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است، ولی دوری نغمه از هنر موسیقی موج انتقادات را به همراه داشته است. دوستداران و طرفداران نغمه در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از این هنرمند هستند، ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان در کشور امریکا آرزو دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.